خانم توکلی، من صبح داشتم یه پیجی رو نگاه می‌کردم، پیج آمریکایی بود. خیلی جالب بود که من اومدم اینجا عین همون صحنه رو دوباره دیدم همتون اونجوری نشستین. گفتم وای چقدر جالب، ما تو ایران هم همینا رو داریم. خدا به همتون سلامتی بده، به شما، استاد، بچه‌ها، همتون. من 11 روز درگیر بنایی شدم، یه خیلی خسته بودم. دخترم میگفت یه استامینوفن مامان بخور. گفتم وای اصلا صحبتشو نکن. استاد دعوا میکنه، میگه وای دوباره رفتی دوباره قرص. ولی اینجا که میام دوباره نشاط و شادی، خدا به سرگواهه، همه چی یعنی از روحیه خوب. دلم میخواد پیاده برم تا دم خونه. یعنی اینقدر حالم خوب میشه. آره خدا به سر، با اینکه ماهی یه دفعه است. با اینکه ماهی یه دفعه میاد. بله الان ماهی یه دفعه است. الان تو این ماهی یه دفعه که میام، درست اندازه‌ای که نزدیک به ماه میشه دوباره من شیشم سنگین میشم. استاد لازم. قشنگ تا مریم میگه مامان دیگه بعد بری استاد لازمی. ولی واقعا خدا به همتون سلامتی بده. سلامت بشه. به همتون. که یعنی واقعا از خدا اینقدر ممنونم. الان به استادم گفتم که واقعا شماها رو کائنات جلو پای من گذاشت که من از این همه قرص و آنتیبیوتیک و تزریقای ماهانه و این همه عفونت پا واقعا نجات پیدا کردم. هر 6 ماه یه دفعه من درگیر پام بودم. خدا و به همم میگم، هر کی رو میبینم میگه پاهام درد، استخونم درد میکنه، میگم بابا تو رو خدا یه دفعه هم شده بریم پلو استاد بهتون بگه اصلا چتونه. درسته. نرین اصلا درمان ادامه ندین، ولی برین اینجا بهتون بگه چتونه، اون کار رو ادامه بدین. خدا رو شکر. ان شاء الله همیشه سلامت باشید.